نظام آخوندی در شرایطی قرار گرفته که داره به زور جسم ناقصش رو از بحرانی به بحران دیگه میکشونه و بزرگترین مصیبت‌های 40 سال گذشته یکی یکی بر سر خامنه‌ای آوار میشن. از یک طرف قیام آبان یعنی بیش از 200 شهر به پا خواسته، 1000 بانک سوخته و خون 1500 شهید قیام که روی دستش مونده و هنوز هم جرأت اعلام آمارش رو نداره. بعد از اون طرف اومد در برابر قیام مردم عراقی خودی نشون بده، زدن قاسمشون رو ترکوندن. اومدن قاسم رو خاک کنن، 80 نفر رو تو کرمان به کشتن دادن. بعد اومدن انتقام سخت بگیرن، یک هواپیمای مسافربری رو با 176 مسافر زدن. اومدن اینا رو ماسمالی کنن، گفتن خطای انسانی بود که ملت گفتن غلط کردیم، خطا کردیم، غلط کردیم، خطا کردیم، غلط کردیم، خطا کردیم. بله، اینجا بود که گاری نظام افتاده بود تو سراشیب بدبختی‌ها و داشت همینجور بیدنده و ترمز میرفت پایین که یهو عظما دستی رو کشید، گفت اینجوری نمیشه، وایسید بذارید خودم بیام. خبر دادن که آقا میخواد بیاد با یه نماز جمعه همه چی رو درست کنه، یعنی دنده عقب میگیره، نظام همینطوری میکشه میاره بالا. حوادثی که در دیماه امسال و در همین روزها و لحظه ها رخ داد همه ما رو داغدار کرد. بنابراین این تحولات و اتفاقات ناگوار و غمباری که در این روزهای اخیر در کشورمون دیدیم و حادثه های سختی که پشت سر گذاشتیم باعث شد که امروز رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران حاضر خواهند شد و از بیانات و راهنمودهای ارزشمند ایشون نه تنها ما که همه مسلمانان جهان نیرو و انرژی دوباره خواهند گرفت برای ادامه راه. بله، یه هفته براش تبلیغ کردن، از صبح پخش زنده، گزارش لحظه به لحظه، هرچی مور و ملخ ساندیس خور داشتن ریختن جلوی خامنه‌ای که آقا راه حل همه بدبختی‌هاشون رو بذاره کف دستشون. حالا همه اومدن دهنا باز، نفسا تو سینه حبس که سیدعلی بهشون چی بگه؟ حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید چه کار کنیم؟ این سوال امروز نظام است. یک کلمه، مذاکره یا جنگ، کدام را انتخاب میکنی؟ من در یک کلمه عرض میکنم ملت عزیز ایران باید همتشون این باشد که قوی بشن. وای پسر، دیدی چی گفت؟ اینو چطور کشف کرد؟ باید قوی شویم. یعنی چی واقعا؟ باید قوی شون؟ مسخره کردی خودتو؟ اینو تنهایی در آوردی؟ بابا این همه تبلیغات کردی، بعد از 8 سال اومدی فقط همینو بگی؟ اینو که قبلا هم گفته بودی که ملت ایران باید خود را قوی کند. این حرف منه. آخه این جمله کجا آوردی تو؟ از 5 سال پیش گفته بودی قوی شوی، تو الان ضعیف‌تر شدید که. یعنی به عقل هیچکی نرسیده بود که قوی بشن تا تو بهشون بگی؟ بعد اسم خودم گذاشتی رهبر؟ تو کلام بگو ببینم، این قوی شدن یعنی چی؟ باید ملت ایران و مسئولین کشور تلاششون برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد. ملت تلاششان باید برای قوی شدن ملت باشد؟ ببین چرت و پرت نگو، حرف مشخص بزن چجوری قوی بشن. با کار سخت و پرهیز از تنبلی. همین حرفا رو میزنی بعد نیروهات میرن فراخوان جنگ جهانی میده. مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای بزرگ، خواهشمندم تمناوت دارم اجازه جنگ را شروع بکن، جنگ اعلام بکن. همون که دشمن را سرکوب کردیم الانم به جنین نیستیم تا ایرد اومه بیچاره ما بیدیم بدبخت ها بیدیمو باید امریکا را باید سرکوب کنیم و ایستای کسیف را کمار باد دونی کاری کردی الان روزگار سباستیا بکنیم و وقتی همینطوری میندازی قوی شوید، حالا بیا اینو جمعش کن. اگه تونستی جنگ اعلام کن. تو که خودت میدونی قدرت نظامیت پشمکیه. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست، قدرت نظامی نیست، اقتصاد کشور باید قوی شود. آها منظورت اقتصادی بود؟ باشه،
الان آدم اسمیت نظام یه تئوری قدرت اقتصادی میده، دهن همه نوبلیست های اقتصاد وا میمونه. شهید سپاه یعنی قاسم سلیمانی رو وقتی میزنن، دولت 3 میلیارد دلار فقط از خونبهای قاسم درآمد خالص از قطر داشته. بابا اینه ول کن. آقا چی مثلا دیگه که من بلد نیستم بدون ارتباط با غرب اقتصاد رو حل کنم. بابا راهش اینه، میخوای مشکل تحریم حل بشه، هر میلیونری هر گشتگیر ماهیه با 200 آمریکایی بگیر، بابت هر یه دونش 1 میلیارد دلار بگیر، هفته 1 میلیارد دلار بگیری میشه سال 51 هفته است، میشه 50 میلیارد دلار. اینه بلد نیستی تو توان داخلی جدی بگیری. بیا اینم طرحهای قوی شدن اقتصادی به سبک آدام اسمیت نظامتون. اشتغالزایی به شیوه دزدان دریایی، گروگانگیری، باجگیری، این وسط یه نفکشو ترکوندن. البته از اونجایی که وضعیت جسمانی نظام ولایت کشش چنین ناپرهیزی هایی رو نداره، سریع سخنگوی سپاه رو فرستادن که یه دور درجا بزنه و بگه از این غلط ها به ما نیومده. در این کلام گفته حرفای این یارو غیر منطقی و بیپای و اساسه و سپاه الان تو شرایطی نیست که حتی لاف این حرفا رو بیاد و اصلا این حرفا هیچگاه مورد تایید سپاه نبوده. اما در مورد هیچگاه شاید یه ضربه‌ای توی گیجگاه خورده که فراموش کردن، چون همین چند سال پیش بود که فرمانده سابق سپاه عین همین استراتژی اقتصادی رو توصیه میکرد. مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه. البته سخنگوی سپاه روشن نمیکنه که چه اتفاقی رخ داده که الان دیگه این حرفها وجاهت قانونی نداره. اما اون چیزی که روشنه اینه که حباب قوی شویم ولی فقیه ترکیده. قدرت واقعی نظام رو میشه توی این مصاحبه ظریف با اشپیگل دید. خبرنگار آلمانی از وزیر امور خارجه ایران میپرسد که آیا شما احتمال مذاکره با آمریکا بعد از کشته شدن سردار سلیمانی را رد میکنید؟ ظریف پاسخ میدهد خیر، من هرگز چنین امکانی را که مردم روی کرده آنها را تغییر خواهند داد و واقعیت‌ها را به رسمیت خواهند شناخت رد نمیکنم. دولت ترامپ میتواند گذشته‌اش را جبران کند، تحریم‌ها را بردارد و به میز مذاکره بازگردد. ما کماکان بر سر میز مذاکره هستیم. چند ساعت پس از انتشار این مصاحبه رئیس جمهور امریکا در صفحه شخصی خود به زبان فارسی پاسخ می‌دهد نه مرسی. اگر هر کسی دیگه ای میخواست توی یک دیالوگ ضعیف بودن نظام رو به تصویر بکشه، بهتر از این نمیتونست. شما نگذاشتید چلم حاج قاسم سلیمانی بگذره، زبان التماس مذاکره رو به قاتلین او دوباره باز کردید. اینقدر در مقابل دشمن از موضع وادادگی ورود پیدا نکنید. پس نتیجه میگیریم که قوی شدن نظامی رو که خودش رد کرد، اقتصادیش هم که دیدیم، دیپلماسی ظریف هم که نه مرسی. حالا که از اینها به جای قوی شدن ضعیف شدن نظام در اومد، بسی جای گیج خورده سوالشون شد که پس چجوری باید قوی بشن؟ اینجا بود که خبرنگار تیوی ریش یه گرمکن پوشید و رفت توی خیابون تا همه رو به بزک نمیر بهار میاد بعدی نظام راهنمایی کنه. خودمون رو گرم کنیم برای این مسابقه. این رقابت مهم ملیه. کمتر از 800 ساعت دیگه به یک مسابقه مهم ملی مونده. فکرم نمی‌کنه چه مسابقه‌ای باشه. من بچه مشهد نیستم. فرقی نمی‌کنه که تو کشور قراره برگزار شه مسابقه بزرگ ملی. خبر داری؟ بله. چیه؟ نمیدونم. شنا؟ حالا چی هست بگین بدونم. وشو. 800 ساعت. 800 ساعت انتخابات. باریکلا. از اونجایی که تنور انتخاباتشون قندیل بسته، یه روز مجبورن به مسابقه ورزشی تشبیهش کنند، یه روز دیگه هم نماینده ها رو با سیب زمینی و میوه گندیده مقایسه میکنند. مردم حتی تو انتخاب میوه هم دقت و حساسیت خاصی دارن و همینجوری در هم جلوی مهمون نمیذارن. خیلیشون اصلا شایسته مهمان نیستن. اگر کیفیتش خوب نباشه ممکنه چیزی به من نگه، ولی خب تو دلش میگه چیز خوب
یه میوه خوب جلو نذاشتن. چه سواری نارن گیره چی میرسه چه؟ واقعا این که میوه است. حالا فکر کنید تو موضوع مهمی مثل انتخابات یهو چند هزار داوطلبی که به سمت بهارستان شال و کلاه کردن بدون بررسی صلاحیت تو سبد انتخاب‌های مردم باشن. خب این که یکی از این اصولگره هاست همچین زمخت خراب لهیده، اینم که از این حزب مشارکتی هست قشنگ واضحه که کپک زده و کرم خورده. یکی از اون لیست امیدا بده، اینم که قشنگ پیداست دیگه، بی خاصیت، بی رگ، بی بوته که به درد هیچی نمیخوره. یه نگاه که به همشون میندازی ویژگی مشترکشون اینه که همه فاسد و دور ریختنی هستن. آش اینقدر شوره که تو جریان رد صلاحیت ها مجبور شدن پرونده فساد 90 تاشون رو کنن. آقا به اینا جمع کنی که خیلی وضعیت بیریخته. من الان پرونده یکی از نمایندگانی هستش که در واقع مراجع رسمی البته هم گزارش دادم. مواردی که ذکر شده مثلا دخالت در امور اجرایی با تهدید مثلا نسبت به تعدادی از مدیران و مثلا دستگاه اجرایی شهرستان و استان، لابی کردن و کارچاخ کنی در حوزه اقتصادی با شرکت‌های مختلف، با عرض کنم که نهادهای مختلف. یه نمونه دیگر راندخاری با سوء استفاده از موقعیت نمایندگی با زدوبندهای مالی، در واقع تخلفات مالی زیادی داره. مثلا یکی از اینها بحث‌های پولشویی و فساد مالی در مؤسسات مربوطه باشه. یه جوری میگه که انگار چیز جدیدی کشف کرده. بابا 40 ساله که همتون دارید همین کارا رو میکنید دیگه. پولشویی، اختلاس، بخور، بچاپ بزن تو جیب. این مثلا قانونگذارشه. اون یکی داداش رئیس جمهورش. اون یکی معاونش. اونم پسر اون یکی. چیز عجیبی نیست که تازه فهمیدی؟ دیدید سخنگوی شورای نگهبان گفتن که ما 90 تا از نمایندگان فعلی مجلس رو برای دور بعد رد صلاحیت کردیم. اکثرا هم به جرم فساد مالی و مسائل اقتصادی رد صلاحیت شد. اگه اینا فساد مالی دارن 2-3 ماه چرا مجلس در اختیارشون باشه؟ 2-3 ماه هرچی میخوان بخورن. ولی اون مردم نمیگن آقای فساد مالی با چطور این آقا میخواد الان نماینده باشه، این 2-3 ماه چطور میخواد قانون برای ما تصویب بکنه که اگه واقعا فساد اینو بعد تا حالا چرا نگاه نکردین؟ تو این 4 سال چرا ما ندیدید؟ یعنی دستگاه قضایی ندید، دستگاه دیگه ندیدن که ما 60 تا 70 تا نمیدونم اکثرا معناش چی میشه، لابد مثلا 70 تا 80 تاش مفسدن، فاسدن، فساد مالی اقتصادی دارن. آقا چیکار میکردن تو این 4 سال؟ نگاه کن این چه عزاییه که حتی مرده‌شور هم داره گریه میکنه. بعد قوی شدنتون این بود که این جک و جونورها رو انتخاب کنید؟ اینا که همه مجرم و فاسد و مفسد بودن. البته از نظر مردم خیلی وقته که صندوق انتخابات توی این نظام تاریخ مصرفش گذشته و مردم ایران رأی خودشون رو کف خیابون‌ها میدن. در پایان میتونیم نتیجه بگیریم که رویای قوی شدن رو خامنه‌ای میتونه با خودش به گور ببره و این نسخه های خیالی دردی از این نظام دوا نمیکنه. وقت خیر و خدا نگهدار.